افغانستان 50 سال پیش چگونه بود؟ سفر داریم به زندگی مردم در دهه 1350. سلام دوستان عزیز، آیا تا به حال فکر کرده اید که زندگی 50 سال قبل در افغانستان چگونه بوده؟ وقتی هنوز اینترنت وجود نداشت، موبایل در کار نبود و مردم برای ارتباط راههای کاملا متفاوت را داشتند. امروز می خواهیم به گذشته سفر کنیم و ببینیم که افغانستان در دهه 1350 چگونه بوده است. مردم چگونه زندگی می کردند، چگونه سفر می کردند، چه می پوشیدند و روزهای خود را چگونه سپری می کردند. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. حدود 50 سال قبل افغانستان کشوری بود با جمعیت نسبتاً کمتر نظر به چیزی که امروز است. بیشتر مردم در روستاها زندگی می‌کردند و اقتصاد کشور عمدتاً به کشاورزی و مالداری وابسته بود. در بسیاری از مناطق زندگی آرامتر از امروز جریان داشت. مردم با دوستان و همسایگان خویش ارتباطات نزدیکی داشتند. در آن زمان سفر به سراسر کشور بسیار دشوار بود، زیرا جاده ها و سرک های درست وجود نداشت و امکانات مردم نظر به امروز خیلی کمتر بود. کابل قدیم چگونه بود؟ خب اگر به کابل دهه 1350 سفر می‌کردید، کابل کاملا متفاوت را می‌دید. خیابان‌های کابل نسبت به امروز خلوت‌تر بود. تعداد موترها کمتر بود و خیلی از مردم به خاطر رفت آمد از تاکسی‌ها، بس‌ها و حتی سایکل‌ها استفاده می‌کردند. خب مراکز مهم مانند شارنو، پل باغ عمومی و دیگر مناطق مرکزی کابل دارای رفت آمد زیادی بودند و بیروبار زیادی داشت و بسیاری از ساختمان‌هایی که امروزه ساختمان‌های کلاسیک و یا ساختمان‌های قدیمی گفته میشن، در آن زمان مدرن‌ترین ساختمان‌های شهر کابل گفته میشد، مانند ساختمان سینمای پامیر یا برج مخابرات کابل. زندگی روزمره مردم با امروز تفاوت بسیاری داشت. هیچ تلفن هوشمندی وجود نداشت، هیچ شبکه اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و یا تیک تاک وجود نداشت. برای تماس با اقوام دور مردم از نامه‌ها و تلفن‌های سیار استفاده می‌کردند. گاهی رسیدن یک نامه چند هفته یا حتی چند ماه را زمان می‌برد. شب‌ها اعضای خانواده‌ها بیشتر دور هم جمع می‌شدند و وقت خود را با گفتگو، قصه کردن و گوش دادن به رادیو سپری می‌کردند. در آن زمان تعداد مکاتب و پانتون‌ها نظر به امروز خیلی کمتر بود، اما آموزش به تدریج در حال گسترش بود. بسیاری از شاگردان مسیرهای طولانی را سپری می‌کردند تا به مکاتب برسند. کتاب‌ها و منابع آموزشی کمتر بودند و خبری از اینترنت و ویدیوهای آموزشی نبود. ولی امروزه با داشتن یک تلفن شما می‌توانید به هزاران کتاب درسی دسترسی پیدا کنید و هزاران ویدیو آموزشی ببینید، چیزی که در آن زمان کاملا دور از تصور و دور از واقعیت بود. خب امروزه بیشتر سرگرمی‌ها آنلاین و دیجیتال شدند، ولی 50 سال قبل چنین نبود. کودکان بیشتر در کوچه‌ها بازی می‌کردند. بازی‌های مانند توپ دنده، پنج سنگ، توشله‌برد و دیگر از محبوب‌ترین بازی‌های آن دوران بودند که رادیو یکی از مهمترین سرگرمی‌های خانواده‌ها بود و شنیدن برنامه‌های مهم رادیویی یک بخش مهم از زندگی روزمره مردم داشت. خرید کردن هم یک شکل کاملا متفاوت داشت. هیچ فروشگاه دیجیتالی وجود نداشت و مردم برای تهیه نیازهای خود به بازارهای محلی مراجعه می‌کردند. بازارها نه تنها مکان خرید و فروش، بلکه مکان برای دیدار دوستان و تبادل اخبار روز نیز بود. بسیاری از کسب و کارها خانوادگی بودند و مشتریان از چندین سال با همدیگر آشنایی کامل داشتند. آیا زندگی در آن زمان بهتر بود یا امروز؟ خب این سوال است که پاسخ ساده ندارد. خب از یک سو زندگی در آن زمان ساده تر بود و مردم وقت بیشتری را با دوستان و خانواده های خود میتونستند سپری کنند، ولی از سوی دیگر امکانات آموزشی، تکنولوژی، ارتباطات، علم و دانش نظر به آن زمان امروز خیلی پیشرفته تر شده. خب میتوان گفت که هر دو زمان مزیت‌ها و خوبی‌های خود را داشتند. حالا نوبت شماست. اگر می توانستید فقط برای یک روز به افغانستان 50 سال قبل سفر کنید، دوست داشتید کدام بخش از آن دوران را ببینید؟ نظرات خود را در کامنت ها بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتان آمد لطفاً لایک کنید.
چینل NXM تاکیز را سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما نیز آگاه باشید. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.